یک صدمه در شهر سانت پتربورگ روسیه با زنوزنی بین مهاجران از ازبکستان و ساکنان روسیه انجامید. خبرگزاری فانتانکا با تکیه به منبع خود در مقامات انتظامی پتربورگ خبر داد که صدمه و سپس زنوزنی ساعت 1 شب 5 ینور در کوچه کاراوایفسکایا در ناحیه نیوا رخ داده است. در پی زنوزنی یک مهاجر 36 ساله از ازبکستان را با زخم کرد از ناحیه شکم و رانش بستری کردند. طبیبان وضع سلامتی او را وزنین ارزیابی میکنند. کارمندان پلیس در جای حادثه 8 نفر، 3 زاده ازبکستان، 2 ساکن شهر سلانسی ولایت لنینگراد و 3 نفر دیگر از ولایت های پنزا و ورونژ و شهر ولیک نوفگورود دستگیر کرده به شعبه پلیس بردند. به گفته مقامات دستگیر شده ها همه جوان بوده از 29 تا 36 سال دارند. نسبت به آنها بر اساس قسم یکم ماده 20 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری روسیه با اتهام میدو باشی پروتکل ماموری ترتیب دادند. به آنها بر اساس این بند قانون جریمه یا حد اکثر حبس ماموری تهدید میکند. اما زادگان ازبکستان را که در پتربورگ بدون ثبت نام قرار داشتند میتوانند بر علاوه از روسیه اخراج هم کنند. به گفته فانتانکا در پی صدمه این افراد میخواستند توسط زنوزنی گناهگار را معین کنند.